بچه‌ها امیررضا دهقانم، خوش اومدید به این ویدیو. قرار راجع به آزادی مالی، بالاترین حد ثروت آزادی مالیه، آزادی زمانی و آزادی مکانی. چیزی که خودم تجربه کردم و تو اولین روز 1403 با هم دیگه به اشتراک بگذاریم. من 60% روزهای سال نیستم و این خیلی خفنه که من نیستم اما درآمدم جاری و ساریه. خیلی باحاله. اما این رو به خاطر فخر فروشی یا اینکه مثلا بگم من خیلی خفنم بهتون نمیگم. لایک کنید، سابسکرایب کنید. من میخوام این رو بهتون بگم که شما همین مسیر رو برید، شما هم راه منو برید و عشق کنید، حالشو ببرید. در وسط ویدیو هم طبیعت جایی که هستم باهاتون به اشتراک بگذارم و یه روز فوق العاده رو با هم تجربه میکنیم. هدف چی؟ مهمترین چیز هدف دیگه، اون عشق، اون پوله، اون رابطه، اون خیلی هدف گذاری کردید، خیلی دفتر نوشتید، نمیدونم کاغذ گذاشتید، خودکار قرمز و صورتی و اینا انجام دادید اما بهش نرسیدید. درسته؟ این دفعه با مدل من تست کنید. این دفعه چیزی که من میگم اجرا کنید و تو این ویدیو با من همراه باشید. هر چیز دیگه ای، هر حرف استاد طلایی موفقیت دیگه هم رو بریزید دور. من استاد نیستم بچه‌ها، من عزیز شما هم. من اصلا میخوام همون کاری که خودم انجام دادم و بهتون بگم و همینه که به من عشق میده. این حالمو خوب نگه میداره. این که من نیستم، پول میاد تو حسابم، اونم هر چقدر بخوام. باحال نیست؟ اگر باحال لایک سابسکرایب یادتون نره، چون قراره که این ویدیو رو خیلی ها ببینن، خیلی ازش لذت ببرن. جیم بچه‌ها، دارم فوق‌العاده باشید. من باورتون نمیشه که این دوربین رو کجا گذاشتم و الان هر جا میرم میبینید که با من میاد. باحال نیست؟ دیدم یه تیکه طبیعتش خیلی فوق‌العاده است، یه جور خاصیه. تصمیم گرفتم اینجا با تو صحبت کنم در مورد هدف گذاری. ببینید بچه‌ها، من وقتی بچه بودم اساتید طلایی موفقیت، اصلا ایرانی خارجیش کار ندارم، حرفای مختلف زیادی میزدن. مثلا میگفتن آقا برو اهدافتو لیست کن، دفتر بیار، کاغذ بیار، با خودکار قرمز، با خودکار صورتی. اون یه هفته دو هفته اول سالم، امروز اول فروردین 1403 دیگه، خیلی انرژی داری، خیلی هیجان داری، خیلی هم برات لذت بخشه. بعد یه 2 هفته 3 هفته میگذره میبینی که نه، اصلا یه ذره داون شدی و میره به سمتی که کلن بیخیال میشی. من نمیخوام این اتفاق برای شما بیفته. من اصلا قصدم این نیستش که این اتفاق برای شماها بیفته. من قصدم اینه که شما نتیجه بگیرید. مدلی که من نتیجه گرفتم یه ذره متفاوته، یه ذره فرق داره. اولا اینکه من فهمیدم هدفت رو، مثلا اگر درآمد هست، نباید مثلا اگر درآمدت الان 50 میلیون تومانه، اگر $1000 نباید یهو بیای بگی 150 میلیارد تومان میخوام کائنات. چرا؟ چون نمیتونه بیاد. میتونه بیاد چون ذهن تو مقاومت داره، چون ذهن تو ترمز داره، تو ترمز ذهنی داری. بعدها در مورد ترمز ذهنی صحبت میکنم. و چون نمیتونه باور کنه این اعدادو، فکر میکنه که تخیله و بعد از یه مدت خیلی کوتاهی تو ناامید میشی، افسرده میشی، دیپرشن میگیری، اصلا ول میکنی اهداف تو تا دوباره سال بعد.
دیدین که خیلی بارها دیدید میگیری از شنبه میرم باشگاه، از شنبه میرم باشگاه. دومین دلیلی که باعث میشه شما به اهدافتون نرسید اینه که در آن واحد یه زندگی متعادل دوست دارید. ببینید مغز ما در هر لحظه در حال ارسال فرکانس. شماها وقتی 10 تا چیزو با هم به عنوان خواسته تجسم میکنید و تصور میکنید و مینویسید، از هر کدومش یه مقدار فرکانس ارسالی دارید و از هر کدومش یه مقدار میاد تو زندگیتون. یعنی نمیدونم چجوری بهتون توضیح بدم که فوکس کنید، تمرکز کنید، زوم کنید روی یه هدف. یعنی مدل من این مدلی بوده که رو هر برهه، حالا هیچ چی که بالاتر از آزادی مالی و زمانی و مکانی برای من نبوده و لذت بخشتر از اینم نیست، اصلا بالاتر از این نیست. ولی میخوام یه چیزی بهتون بگم، من اهدافمو اینجوری تاچ کردم، مثلا ماشین، خونه. خیلی تو سن پایین من به همشون رسیدم و الان دارید اولین باره که این سبک و این لایف استایل رو به این صورت ویدیویی دارید در من میبینید. من به هر چی که رسیدم تو اون برهه فوکس کردم فقط رو اون و اینقدر به جزئیات گیر ندید. خیلی خوبه مثلا اگر ماشین بنز کلاس اس میخوای جزئیاتش هم بنویسی، داشبوردش این باشه، صندلیش چرم باشه و اینا، خیلی خوبه. اما مهمتر از اون اینه که خواستتو بگی ولی حسش کنی، احساسش کنی. با کی تو اون ماشینی؟ کجاها میری؟ وقتی میای لب ساحل با اون فرد، با اون ماشینت، میخوای بری کجا؟ بعد از ساحل میخوای رو باربیکیو چی بزنی؟ کباب، دل و جیگره. احساسش کنی و مرتب به صورت متوالی این فرکانس ارسالی رو بفرستی به کائنات. دو اینکه صبر بدی، زمان. آقا 9 تا زن حامله با هم دیگه نمیتونن 1 ماهه برای شما بچه بیاره. صبور باشید، صبور باشید، انقدر عجله نکنید. فقط با احساس فوق‌العاده تجسم کنید خواستتون رو. یعنی دهقان تو گفتی من بشینم رو مبل لش کنم و دیگه خواستم هم تجسم کنم و میاد دیگه، پول از آسمون میاد، اون ماشینه میاد. این که کار میکنه خب، اما نه به اون شکلی که تو فکر میکنی. منظورم اصلا این نیست. اگر استراتژی رو بلد نباشی، اگر ندونی سیستم چیه، اگر راهکار رو ندونی، مخصوصا تو فضای آنلاین، این خبرها نیست. اما وقتی تو به خواستت فکر میکنی، تجسمش میکنی، به صورت یک آیدیا، به صورت یک ویدیو، خب به صورت یه فرصت، یه ایده‌ای که توی تیکه سنگ میبینی، توی تیکه سنگ، باورتون میشه؟ یه ایده‌ای بهت گفته میشه، هدایت میشی و اولین قدم باید برداری. من امروز نمیخوام در مورد قدم‌های برداشتن تو صحبت کنم، اقدام صحبت کنم. من امروز قصدم اینه که با حالتون دلی حرف بزنم، حالشو ببریم و فقط بگم تو هر برهه مثلا الان یه هدف، مهمترین هدف زندگی چیه؟ دوست داری به چی برسی؟ پول چقدره؟ چه میزانه؟ احساسش کن، اونو بنویس. بدهیه، به احساس رهایی بدهی فکر کن، به خلاص شدن از بدهی فکر کن. باره بابا تو دلت خوشه، من الان تا خرخره تو قرضم، دهقان تو داری به من انگیزه میدی من فقط تجسم کنم. آقا اگه با منی باید این کارو بکنی، اگه با من نیستی، اگر این حرفا رو قبول نداری، خب اینجا جای مناسبی برای تو نیست، باید موف کنی و منم دلم اینو نمیخواد، اما با حقیقت دارم بهت میگم. هدفتو مشخص کن، با احساس خوب تصورش کن، تو هر برهه یه هدفو بده، فوکس کن، متمرکز شو فقط رو اون هدف، فقط رو اون هدف. نمیخواد 100 تا هدفو با هم تاچ کنی. خیلی هم توهم نزن. درآمدت اگر مثبت 100، ذهنت 300 میلیون رو میپذیره. بعد که رسیدی به 300 بیا برو 900 میلیون رو تارگت کن. پله پله صبور باش. مغزتون یهو نمیتونه از مثبت 100 میلیون به 150 میلیارد
تو ماه فکر کنه وقتی تو کامنت ها اینا رو برام می‌نویسید بچه ها. جی شنا میرم اینجا. عاشقتونم، میدونم که گوش میکنید، میدونم که اگر واقعا با جون و دل میخواین با من همراه باشین، من میخوام یه خاطره اینجا بهتون بگم. نمیدونم الان تو این پوزیشن بگم یا جامو عوض کنم، ولی خب باحاله، شاید جامو عوض کردم. یه خاطره خیلی باحال از در مورد خودم که من از کارهای فنی متنفر بودم، هنوزم هستم و اتفاقا اولین کارم کارگر در دستگاه اپراتور CNC بود. ولی من به قول عزیزام فرق چارسو و پیشگوشتی رو نمیدونستم. من هنوزم که هنوزه یه لامپ رو بلد نیستم ببندم بچه ها. یعنی لامپ خونمون میسوزه زنگ میزنم یه آدم مثلا یکی میاد 500 تومن 1 تومن بهش میدم، اونا هم میگن میکنیم تو پاچش و دهقان و لارجا. بابا من دوست نداشتم کار فنی رو. نمیگم کار فنی بده، من حال نمیکردم، دوست نداشتم. من دوست داشتم بخوابم پول بیاد، متوجه این؟ دوست داشتم اشغال کنم پول بیاد. حالا این لایف استایل منه، از این بالاتر مگه داریم؟ میخوام یه خاطره بهتون تعریف کنم. وقتی به اهدافت فکر میکنی، تجسمش میکنی، ایده ها، فرصت ها، منابع میان تو زندگیت، میان سراغت، ایدهش میاد، فرصتش میاد. نگران اون مسائل نباشید، فقط تو هر بره به خواستتون فکر کنید. 2 پله بالاتر از ماشین فعلیت. اگه پراید داری میتونی به ماشین چینی مثلا فکر کنی، نه اینکه یه دفعه بیای لمبو بخوای. ذهنت ارور میده، نمیتونه باورش کنه، رد میکنه، ناامید میشی، ول میکنی، میگه این که مال من نیست. یا فکر میکنی پولدار شدن شانسی دوغیه، مثلا یکی خوب میاره یکی بد میاره. نه، اعتماد کن به من، اعتماد کن، با من بیا جلو. هیچ کس ساله این مدلی باهات صحبت نکرده و نمیتونه بکنه، چون من اهدافمو تمامش رو تاچ کردم. این لایف استایل منه، ایزی. عاشقتونم. میخوایم توی یه لوکیشن فوق العاده دیگه راجع به خاطره صحبت کنم. میخوام یه داستان براتون بگم از زمانی که من تو اتاق بودم و تمام درا بسته بود، هیچ راهی نبود، هیچ راهی برای من، نوجوان بودم، هیچ راهی برای اینکه من بتونم درآمدزایی کنم نبود. بچه‌ها باورتون میشه؟ هیچ مسیر مشخصی وجود نداشت، اصلا تمام درام برام بسته شده بود. اما با این حال هیچ وقت خواسته‌هامو زیر سوال نبردم. گفتم من باید راحت پول در بیارم. تا همین 4-5 سال پیش اگر به یه نفر میگفتی مثلا از خوردن میشه پول در آورد، بهت میخند. بعد الان دیگه مثلا هزاران فود بلاگر داریم، الان دیگه خنده‌دار نیست. تا همین 10 سال پیش میگفتم، من به مامانم میگفتم مامان یه دستگاهی اومده میشه تصویری هم دیگه رو ببینیم، فیس تایم اومده بود 10 سال پیش، آیفون 4. مامانم میگفت مگه میشه آخه حجابمو چیکار کنم؟ و الان شد، معما چون حلش آسان شود. بچه‌ها مهم اینه که شما بدونید و باور کنید این لایف استایل منه که با خوابیدنم میشه پول در آورد. با خوابیدن، اینکه بخوابی پول بیاد. میخوام داستان زندگیمو براتون تعریف کنم و راجع به هدف گذاری صحبت کردیم. 2 پله 3 پله بالاتر از درآمد فعلیتون، ماشین فعلیتون، سفری که هزینه میکنید و تارگت کنید، نه یهو 10 برابرش. این شکلی ذهنتون باور نمیکنه، ارور میده مغزتون و یهو بیخیال میشید، ناامید میشید، اصلا ولش میکنید. و شما که دوست ندارید اهدافتون رو ول کنید. آقا 100 که زدی 30 میلیون درآمد، 90 میلیون که زدی، 100 که زدی به 300 فکر کن، 300 زدی به 900 میلیون فکر کن، 900 زدی 2700. همین به همین راحتی، ایزی. میریم سراغ این که بعد از اینکه هدف گذاریتون رو درست امسال با من انجام دادید، اولا توی کامنت ها اهدافتون رو بنویسید، اهدافتون واقعی باشه. اگر مثلا مثل کامنت های اینستاگرام بیاید بگید 150 میلیارد میخوام، بعد من برم تو پروفایلت ببینم که الان مثلا 40-50 تومن بیشتر در نمیاری، این یعنی که تو اصلا این ویدیو رو گوش ندی و خب تو، من آدم مناسبی برای تو نیستم. بابا تو این نمیخوای نتیجه بگیری. 3 پله بالاتر از درآمدتون این زیر بنویس. اگه درآمد نیست سفری که میخوای بری رو بنویس، اگر ماشینه بنویس،
و همین رو فکر نکن کاری نکردی. فکر نکن مثلا این کامنت تو الان اینجا چیزی نیست. این کامنت تو داری یه فرکانسی رو ارسال میکنی به کائنات که من اینو میخوام. ولی با این یه دونه کامنت کافی نیست. در طول شبانه روز هی بهش فکر کن، هی تجسم کن، هی رنگا، جزئیات، بو، احساس، موزیکی که پلی کردی با عشقت داری میری تو جاده شمال با اون ماشینی که میخوای و بنویس، احساس کن و این فرکانس رو ارسال کن. آقای دهخان پس من ارتعاشو بفرستم خودش پول میاد؟ نه، ایدهش، فرصتش، منبعش آدمی که قراره تو راهنمایی کنه از طریق این ویدیو یا یه ویدیو دیگه یا زیر دوش حمام تو پیاده روی میاد سراغت. نگران اون مسائل نباش. من کلا استراتژی سیستم رو بهتون میدم، سیستمی که وقتی خوابم پول میاد 100% فری به همتون. نگران اون مسائل نباشید. اما اگر با من هدف گذاریتون رو درست انجام ندید، اگر دقیقاً اون چیزی که من میگم رو انجام ندید و راه خودتون رو برید، نتیجه نمیگیرید. عاشقتونم. میخوام خاطره‌ای رو تعریف کنم که براتون 100% جذاب. چه نفس میزنم. یه تیکه رو اومدم. باید امسال ورزشم شروع کنم. میخوام فوکس کنم رو ورزش. تا اینجا فهمیدید که هر آنچه در خیال بگنجد واقعی است. اینو من نگفتم. هنری فورد میگه چه فکر کنید میتونید، چه فکر کنید نمیتونید. در هر دو صورت درست فکر کردید. چه فکر کنید میشه، چه فکر کنید نمیشه، جهان بهتون اثبات میکنه که شما راست میگفتید. دیدین این آدمایی که میگی دیدی گفتم نمیشه؟ بابا تو نه فالبینی، تو نه رمالی، نه تو پیشگویی. چون تو فکر میکردی نمیشه برای تو نشد. برای ما که فکر میکنیم میشه میشه. میخوام حالا داستان زندگی خودم بهتون بگم. من توی اتاق بدون هیچ درآمدی، یادم نمیره، فقط تنها لطفی که پدرم بهم کرد یه کامپیوتر از این پنتیوم 2 خریده بود که اون موقع مبلغش هم بالا بود. حالا فکر کنم نصف پیکان یا هم قیمت پیکان بود. 600,000 تومان بود. پنتیوم 2، مانیتور LG گنده، کیبوردهای گنده با سیم، موس با سیم. و من از اون موقع که مردم حتی ADSL هم وجود نداشت، یه کارت های اینترنت پارس آنلاین بود، یه یوزر پسورد داشت، با ضرب و زور اینو میزدی، یه مودم دیگه قیژی میکرد، قرررر میکرد، بعد وارد میشدی به دنیای اینترنت. کلا یه سایت بیشتر وجود نداشت بچه‌ها به نام yahoo.com و یه نرم افزاری هم بود، اپلیکیشن ها، نرم افزاری بود به نام یاهو چت. توی یاهو چت همه میرفتن برای مخ زدن، یعنی دخترها، پسرها، هیچ کدوم هم نه پروفایلی داشتن نه عکسی داشتن. مثل الان نبود، فضا انقدر باز نبود، اصلا کلا فضا انقدر باز نبود که الان هست. ولی من همون موقع تو اون سن نوجوانی، با اینکه اصلا یعنی شما یه سیستم هدایت درونی دارید بچه‌ها که این بهتون میگه در مسیر درست هستین یا نه. این پشتم نشون بدم حالش رو ببرید. ابرو رو میبینی؟ روز اول بهاره. همون موقع به من یک ندای درونی میگه آقا از این اجتماع هم میشه پول در آورد. یعنی قبلا نگاه ها این بود که مردم باید برن تو کوچه و خیابون، خب، و مثلا مغازه سنپش داشتی تو نیاورو، خیلی خفن بود، ورودی بیشتر میگرفتی و وقتی ورودی بیشتر میگرفتی پول بیشتر میومد تو حسابت دیگه. مثلا این مغازه دار بودی، حالا هر جنسی میفروختی. من ولی ببین بینشم، نگاهم به این داستان آنلاین یه جوری دیگه بود. کی 20 سال پیش، الان مهم نیستا. به این خاطر میگم هدایت میشید به اون چیزی که، و آدم بسیار تنبلی بودم. میگم فرق پیچ گوشتی و چارسو رو نمیدونستم. هنوزم یه دونه لامپ خونمونو بلد نیستم ببندم، هرچند که 60% روزای سال اصلا نیستم خونه، نیستم که بخوام مثلا بریم روی این تابه. یه تاب اینجا هست، بقیه‌شو اینجا براتون تعریف کنم. اوه به چه حالی میده، به اگه نیفتیم. آقا این لایف استایل منه، سبک و سیاق زندگی من. اگه بتونم بشینم آقا خب من 60 روزای سال نیستم.
کی این تفکر رو داشتم؟ اون زمان که 1000 تومانی تو جیبم نبود و هیچ کس نبود که بهم بگه چیکار کنم. میدونستم میشه وقتی اینجا مثلا میشه ارتباط گرفت، میشه مثلا دخترها پسرها میان به هم شماره میدن و با هم دوست میشن یا مثلا نامزد میکنن یا هر چی، میشه اینجا پولم در آورد. نگاه من این بود به داستان، ذهنیت من این بود. پس به هر چی فکر کنی فکر نکن خواب و خیاله. اما این تمام داستان نیست، اینکه من اینجا لش کنم الان اینجا لم بدم براتون یه کیسه پول از اون بالا بیفته. نه، ما اینجا نه خرافات به کسی یاد میدیم، نه توهم فروشی، نه پکیج جذب ارتعاش میفروشیم. نه، شما به خواستتون با حس خوب فکر کنید. این تصاویرم که دارم نشونتون میدم بهتون کمک میکنه، ذهنتون رو آماده میکنه که بابا یه نفر قبلا این کار رو انجام داده. وقتی اینو به ذهنت بدی راحت‌تر میتونی، بیشتر از من داری، بیشتر از من میتونی، سریعتر از من میتونی. و من فهمیدم که وظیفم تو این دنیا اینه که این سیستم درآمدزاییمو به همه بگم، انتشار بدم، همه بتونن آنلاین پول در بیارن. چون آرزوی خیلی هست، آرزوی خیلی هست که فقط حرف انگیزشی نشنون، راهکار رو بدونن استراتژی چیه. ولی هدف مهمه. نمیخواد بیایید 100 تا هدف بنویسید با دفتر قرمز و نمیدونم صورتی و نمیدونم خودکار قرمز و صورتی و بنفش و ارغوانی. نمیخواد از این کارو بکنید. هدفتون رو تجسم بکنید، با احساس قرینش بکنید. من هدفم این بود که بخوابم پول بیاد. میبینی که الان خوابیدم. واقعا هدفم این بود. گفتم میشه وقتی یه همچین دنیای آنلاینی اومده، میشه من نباشم، تو اشغال باشم، کاری که مورد علاقه من انجام بدم. با اینکه مثلا رشته‌ام مترولوژی بود، دانشگاهم من ول کردم و حالا در مورد این مسئله بعدا با تو صحبت میکنم. چی شد؟ تو همون یاهو چت که همه میرفتن مخ میزدن، من با یه گروه‌های زیادی بودم، مثل همین الان گروه‌های پانزی و نمیدونم اسکم و اینا بودن اون موقع. خب اما یه گروه بود که من ماها اونجا بودم و توجه منو جلب کرد. این گروه مثلا اگر میزدن این هفته 12,000 دلار زدم، منم یه نوجوان، فضای آنلاین جدید تازه، اصلا برگام ریخته بود. وقتی یارو میگفت 12,000 دلار زدم، یکی دیگه میگفت 30,000 تا این هفته زدم، نمیدونم یکی میگفت 8,000 تا زدم، هفته بعد موتور یارو مثلا عوض میشد، مثلا موتور هالی دیویدسونش رو عکسشو میذاشت، یا مثلا هفته بعدش یارو خونش عوض میشد، ماشینش عوض میشد، لباساش برند میشد. من احساس کردم این گروه فیک نیست، واقعیه. میگم وقتی تجسم کنی هدایت میشه، یعنی همین، منظورم اینه. ایدهش زیر دوش حمام، با این ویدیو، با کامنت امیر دهقان، با یک الهامی که بهت میشه، با پیاده روی که داری انجام میدی، اون ایده میلیاردیه میاد. نگران اون نباش، تو فقط به هدفت فکر کن. هر آنچه که در خیال بگنجد واقعی است. بابا انیشتین میگه، انیشتین که دانشمند بوده میگه تخیل از دانش مهمتره. ببین کی داره اینو میگه؟ کسی که خودش دانشمند بوده. پس تخیل کن، ول کن اینا رو که میگن نه کار نمیکنه. تخیل بکنی به اون چیزی که دوست داری، با احساس خوب هدایت میشی و نگران این مسئله نباش. راهش، مسیرش میاد. من مسیرشم در ادامه بهتون میگم، ولی میخوام با عشق این ویدیو رو ببینید، میخوام انتشار بدید، میخوام کامنت ها و نظراتتون رو بشنوم، میخوام این ریل بودن داستان احساس کنید. میخوام ببینید که من توی اتاق بدون هیچی، تو اون فوروم یه غریبه مرموز بود که هنوز نمیدونم مرده زنه، میگم بابا اینجا همه دارن کش میزنن، تو اینجا فازت چیه؟ چی کار داری میکنی؟ گفتم که والا منم هستم دیگه. گفت یه فرموله، یه سیستم 4 مرحله‌ای دست با شکسته به من داد و با من خدافظی کرد. گفت یا برو پول بزن یا دیگه اینجا نمون. و خیلی جالبه که منم از اون گروه لفت داد. من رفتم و این فرمول دست شکسته آنلاین این 18 ماه تمام، اصلا دیگه انقدر هیجانی شدم میخوام پاشم. 18 ماه تمام، اگه بتونم پاشم. 18 ماه تمام اینو تست کردم، سعی و خطا کردم و هر بار به در بسته میخورد، کار نمیکرد. خسته شده بودم دیگه، بریده بودم دیگه، اصلا ناامید شده بودم، دیپریشن گرفته بودم.
وای حرف مردم چی میشه، وای دیدی گفتن اینا آنلاین دروغ بود، وای الان سوجت میکنن، وای دوره بعد. اون موقع خیلی مد بود بری مثلا وردست، یعنی خیلی مد بود که خیلی ترند بود به قول امروزی ها، وردست تعویض روغنی بشی. مثلا میگفتن نون یا تو اینه که کارمند بانک شی، خب، یا اینکه مثلا وردست تعویض روغنی بشی، یا مثلا بری یه کار فنی تو مخی بکنی. متوجهی؟ سر اینه دارم بهتون میگم هر آنچه که در خیال بگنجد واقعی است. من همون موقع ناامید نشدم، ادامه دادم، با اینکه به در بسته میخوردم، خسته شده بودم، بریده بودم، کم آورده بودم دیگه. یه التیماتوم 24 ساعته به خودم دادم، یه التیماتوم 24 ساعته. گفتم یا میشه یا تمام، میرم تو سراغ همون کارهای فنی. راست میگی امیر ریحان، تو خیلی خواب و خیال کردی، خیلی با خودت توهم زدی، خیلی با خودت فکر کردی. راست میگفتن امیر ریحان. یه التیماتوم 24 ساعته دادم، فرمول و دست با شکسته ران کردم، سریع محصولمو ساختم، محصول اطلاعاتیمو، محصول دیجیتالیمو گذاشتم تو سیستم، همه چی رو چیندم. اصلا همین الان دارم بهتون میگم هیجانی میشه. هر بار من این خاطره رو تعریف میکنم چقدر خوشگله بچه‌ها. هر بار این خاطره رو تعریف میکنم مو به تنم سیخ میشه بچه‌ها. هر بار سیستم رو دست با شکسته چیندم، گذاشتم اونجا و یادم میاد نصف شب بود چی بود، پشت کیبورد کامپیوترم خوابم برد و ساعتای 4-5 صبح خواب بلند شدم، دست خیلی حیرون، خیلی حیرت زده. دیدی پا میشی هی میگی اینجا کجاست، اینجا چیه، من داستانم چیه، فلان این حرفا. پا شدم از پشت کیبوردم، پا شدم وارد حساب کاربریم شدم، یوزر پسورد رو زدم. فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ فکر میکنید چه اتفاقی افتاد بچه‌ها؟ فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ 300,000 تومان وقتی خواب بودم پول اومده بود تو حسابم. وای برگام. هنوز که میگم بعد از اینکه من 100,000 بار، 1,000,000 بار تو تمام لایوام این خاطره رو تعریف کردم، مو به تنم سیخ میشه. هنوز وقتی میگم یه مدلی میشم. امیر دهقان تو نبودی پول اومد، امیر دهقان تو خواب بودی پول اومد، بال نیست؟ بچه‌ها من نمیخوام چیزی رو به شما بگم که صلاحیتشو ندارم. من تنها کسی هم که واقعا نیستم 60% روزای سالو و همیشه عاشق این بودم که تو زندگی حالشو ببرم و پول بیاد. سیستم کار کرد بچه‌ها، سیستم کار میکنه. خیلی جالبه که من بعد از اون همینجور محصولات اطلاعاتی مختلف رو ساختم. نمیدونم دیگه شمارش از دستم در رفته، اعداد و ارقامش از دست من در رفته. اصلا دیگه نمیدونم من چقدر ورودی داشتم با این داستان. حالا اونایی که منو تو این سالها میشناسن دیگه میدونن. هدفتون رو تو سال 1403 کل داستان این بود. بهتون راهکارش هم میگم، بهتون کل سیستم رو میخوام هدیه بدم به خاطر نوروز سال 1403. اما ریل باشید، اما عاشق باشید، اما اگر یه کامنت میزنید دلی بزنید، چون من با شما دلی صحبت کردم، چون من با شما با نیت خوب صحبت کردم، چون من میخوام این دنیا رو جای بهتری برای زندگی کردن بکنم. بعدم بهتون یاد بدم شما هم این کارو بکنید. هدفتون رو یه هدف فوکس کنید، اونو تارگت کنید. یه هدف، مثلا یه ماشینه، اون خونه است. برای من آزادی مالی بود، برای من آزادی زمانی، آزادی مکانی، اینکه نباشم، اینکه حضور نداشته باشم، اینکه من الان اینجام، اینکه من 60% روزای سال واقعا نیستم و پول میاد، برکت میاد، رزق میاد، ثروت میاد، درآمد هست، لوکس‌ترین جاها رو برای اقامت انتخاب میکنم، حالش رو میبرم و تو این طبیعت زیبا اینو با شما به اشتراک میگذارم چون دوست دارم حال شما رو خوب کنم.
کامنتاتون رو دلی بنویسید. اگر حتما من سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره. کامنتاتون رو با جون و دل تک تک خودم میخونم، من ادمین ندارم تو یوتیوب. و اگر که واقعا همه چی اوکی بود، لینک سیستم درآمدزایی محکم، همه کل سیستم رو گذاشتم توی مینی بوک، اونو میخوام در اختیارتون قرار بدم. 100% رایگان به خاطر سال نو، به خاطر نوروز 1403. شاید این ویدیو همون غریبه مرموزی باشه که اون سالها من دیدم و دست منو گرفت. خب شاید یعنی این ویدیو اون مسیره برای تو باشه، اون راهکاره برای تو باشه. و اولین باری که دارم لایف استایلمو به این سبک بعد از سالیان سال به شما نشون میدم و دوست دارم که شما احساس بکنید. دوست دارم که با من بیاید جلو. یک هدف، 2 پله یا 3 پله بالاتر از ماشین فعلیت، درآمد فعلیت، خونه فعلیت رو احساس کن، تصور کن، تجسم کن و رنگ، صدا، بو، عشق رو بهش اضافه کن با جزئیات. خب بخوای نخوای میاد تو زندگیت. این که ما بخوابیم پس دهقان پول میاد تو سرمون، نه. راهکارش، ایدهش، مسیرش بهت گفته میشه، نگران اون نباش، تو فقط تجسم کن. ما اینجا پکیج فروش نیستیم بچه‌ها، ما اینجا پکیج فروش نیستیم. من میخوام فقط لایف استایل زندگی من رو تجربه بکنید. اگر هدفتون آزادی مالی، زمانی، مکانیه، لینک سیستمی رو که من باش درآمدزایی آنلاین دارم گذاشتم این زیر، حتما برید اونجا بگیرید بخونیدش. من اون موقع نمیدونم چقدر جنس حرفای من احساس میکنید یا فکر میکنید دارم جو میدم. من اون موقع اصلا کسی اینقدر اصرار نمیکرد. همون موقع بدونه که هیچی بهم بگن خودم مشتاق بودم و احساس میکردم که یعنی میشه نباشم پول بیاد، یعنی میشه اشغال کنم درآمد داشته باشم، یعنی میشه مثلا تو خوابم درآمدم قطع نشه، 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته. فوق‌العاده نیست؟ عاشقتونم. ویدیو فوق‌العاده بود. سعی میکنم از اینجا هم براتون ویدیو بگیرم دیگه، کم کم برم استراحت کنم که این فضا رو ببینید و حالشو ببرید. ماش به همتون، عاشقتونم. مراقب خودتون باشید. امسال قراره با هم بهتره کنیم. فعلا خدا نگهدار.